این ویدیو میخوایم در رابطه با یک وسیله‌ای با شما صحبت کنیم که اسمش پمپ کفکشه. کارایی این وسیله چیه که اسمش پمپ کفکشه؟ برای جاهایی که آب صاف هست، مثل آب باران، آب استخر، آب چاه کشاورزی باشه، هر جایی که سطح آب صاف باشه، شن و ماسه نداشته باشه، میتونید از این پمپ کفکش استفاده بکنید. این محصولی که ما براتون موجود کردیم دوستان موتورش 2 اسبه با خروجی 2 اینچ، فروتر هم داره، دیگه نیازی نیست بعد از انتقال آب پمپ رو با دست از برق در بیاد، خودکار خاموش میشه. بدنه پمپ استیل، از پایین شدنه، از بالا هم شدنه. 42 متر هم ارتفاع میزنه، یعنی حداقل برای چاهی که 30 متر ارتفاع داره بهترین گزینه است. با پرتاب آبدهی بالا میتونید از این پمپ کفکش استفاده کنید. کاربرد اصلیش هم برای آبهایی که صاف هستش. سفارشش هم توی کامنت کافیه کلمه پمپ رو برای ما بفرستید. از این کم لایک میکنید و ما رو حمایت میکنید.